شورای سالنگ یکی از شوراهای مهم و حیاتی کشور است که بر علاوه وصل ولایت شمال افغانستان به پایتخت افغانستان در قسمت انتقالات اموال تجارتی با کشورهای همسایه نقش مهم و اساسی دارد. با توجه به نقشی که شورای سالنگ ها دارد، وزارت فواید عامه کار ترمیم اساسی 80 کیلومتر آن را در دو بخش با سکتور خصوصی قرارداد نموده و عملا جریان دارد. محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه در سفری که به شورای سالنگ ها داشتند ضمن بازدید از جریان کار پروژه با مسئولین شرکت قراردادی و مسئولین سالنگ دیدار داشته و به آنها هدایت داده است تا مطابق پلان کار پروژه را سرعت بخشیده و در مدت معین شده کار آن را تکمیل نمایند. وزارت فواید عامه در نخست کار کندنکاری داخل تونل و گالری 16 را انجام داده است که در حدود 10,000 متر مکعب مواد سخت و 25,000 متر مکعب مواد نیمه سخت از این شورا کندنکاری و به بیرون انتقال داده شده است. شورای سالنگ امروز یکشنبه 19 سنبله سال 1402 هجری شمسی مطابق 24 صفر المظفر سال 1445 هجری قمری به منظور سرعت بخشیدن کار و آغاز کانکریزی داخل تونل و گالری 16 به گونه کامل برای تمام انواع وسایط مسدود گردید. ضخامت کانکریت شورای سالنگ 85.5 سانتی متر می باشه. طبقه اولش که فلتر لیر است و سیستم زهکشی هم است 42 سانتی متر ضخامت داره. طبقه دوم یا سی تی بی 15 سانتی متر ضخامت داره. طبقه سیمش کانکریت سیخدار می باشه 28.5 سانتی متر ضخامت داره و طبقه بالایش هم اسفالت می باشه که مطابق پلان این پروژه از سوی وزارت فواید عامه تکمیل میشه. وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و راننده تقاضا می نماید که الا تکمیل کار کانکریزی از مبدأ به سوی شورای سالنگ حرکت ننمایند و همچنان با وزارت فواید عامه همکار باشند. مسیرهای بدیل میتونن اینا از راه ولایت پنجشیر و همچنان از مسیر دوشی الی ولایت بامیان و سایت خرد رفت آمد نمایند.